من در روز تولد 31 سالگیم میخوام به یک سوال اساسی جواب بدم و اونم اینه: آیا زندگی به زیستنش میارزه؟ من احساس میکنم جوابو میدونم، در مورد خودم البته. ببینید، زندگی گاهی خیلی سخت میشه و تحمل اون فشاری که روی دوش ما گذاشته گاهی خیلی مشکل میشه و دشوار. من نمیخوام الان گریه در بیارم، بگم مثلا من یتیم بزرگ شدم، من دیوونگی رو لمس کردم، من شکست عشقی سختی خوردم و از اینجور چیزها. اینا رو میذاریم واسه دنیا داستان. ولی میگم ما برای ادامه حیات به یک انگیزه خیلی مهم نیاز داریم. سوالم رو تکرار میکنم: آیا زندگی به زیستنش میارزه؟ من میگم آره، اگر پای عشقی در میون باشه. ببینید، عشق امروزها واژه‌اش کمی هرز رفته. یکی میگه من عاشق مازراتی هم، یکی میگه عاشق گوجه فرنگی هم و از این چیزا، یکی هم میگه من عاشق همکلاسی هم، دختر خیلی خوشگله من عاشقشم. اینا یه کمی سطحی کرده نگاه مقوله عشق رو در جوامع امروزی و در جامعه ما. مثلا اگر بخوایم دقیق تر بشیم، عشق انواع مختلفی داره. من 3 مهمترینشون اسم میبرم: عشق اروس، عشق به یک جنس مخالف، عشقی که همراه با میل جنسیه، عشقی که اوجش یکی شدنه و احتمالاً از دل این یکی شدن تولید مثلی هم شکل میگیره. این عشق اروس یا اروتیکه. عشق بعدی عشق فیلیاست. این عشق خیلی جالبه، بر پایه حسن اخلاقیه، زیبایی های باوری، یعنی جوری که اون شخص به جهان نگاه میکنه و رفتار میکنه، مثل عشق به رفیق، عشق به مادر، خواهر، برادر، استاد و از این جنس. این عشق خیلی دوست داشتنیه، من خیلی دوستش دارم و این عشق یک دلیلی هم داره. میگن اگر شما در عشق اروس یک انگیزه جنسی هم از قبل مطرح میشه، ولی در عشق فیلی این انگیزه نیست، پس ارزشش خاص‌تر میشه، نمیگم بیشتر ولی خاص‌تر میشه. عشق سوم هم عشق آگاپه نام داره. خیلی عجیبیه، یک حالت عرفانی داره و خیلی مخاطب خداست در خیلی از مواقع. این عشق شبیه به فلسفه وحدت وجودی خود ما ایرانی هست. خیلی خواستنیه و خیلی سخته به نسبت. وقتی که تو خدا رو بیس همه خوبی ها میدونی و همه چیز هم نوری از خداست، آیا زندگی همه عشق میشه؟ خیلی فلسفیه، خیلی زبون امروزی اینو نمیپذیره و من ندیدم کسی رو که غرق در این نوع عشق باشه. شاید من خوب دقت نکردم ولی من ندیدم. اگر شما حداقل یک نوع از این عشق ها رو البته به شکل با کیفیت تجربه میکنید، خبر خوب اینه که زندگی به زیستنش میارزه. اگه شد 2 فوق‌العاده است، شد 3 لبخند حسرت آمیز من رو ببخشید، چون خیلی دلم برای خودم میسوزه. حالا من این تصویر رو ببینید، این منم حدوداً 8 سال قبل در دل یک باغ پر از شکوفه، من پشت به دوربینم به طور کامل سیاه پوشیدم، در فورگراند یک سیم‌های خاردار هستن. اوضاع خیلی خیت بود اون زمان. من دچار یک حال بد بودم، افسرده بودم، مغموم بودم، کلافه بودم، حال بدی داشتم انصافا. الان در سن 31 سالگی میگم که زندگی من به زیستنش میارزه. حدوداً 2 الی 3 ساله که من درگیر این وضعیت ناب هستم. حتی آگاپه رو احساس میکنم گاهی دارم تجربه میکنم. آنهایی فیلیا زیاد شده، مادر هست، خواهر هست، استاد هست، برادر هست، رفیقای خیلی با مرام هستن. حتی رفیقا کمن ولی خب خیلی با ارزشن. دوستان هم هستن در کنارشون. و نکته آخر این که تولدم مبارک.